ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. имрӯз мо дар мавриди эҳтироми шавҳар суҳбат мекунем. оё зан ҳамешагӣ ва дар ҳама ҳолати зиндагӣ шавҳари худро эҳтиром мекунад? иззату икроми шавҳарро ба ҷо овардан барои зан чӣ маънӣ дорад? шавҳардорӣ чист ва ҳар як зан инро чӣ хел мефаҳмад? инак ҷавоби ин саволҳо аз мардуме ки дар кӯчаҳои шаҳри хуҷанд бо мо рӯбарӯ шуданд пурсида шуд. марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. сипас ба суҳбати студия шурӯъ мекунем. занҳо احترام شوهره به جا میآورند، لیکن نه همه وقت نه. وابسته از حیات و فعالیت و از زندگی و هاشون وابسته میباشد. اکنون مادر موندشت آمدنی شای، بین دستری آمدنی شای هم گپی نست که پیشواز کشته وای کند. هیچ وای نه، هیچ خانه جنجال و غربت نمیشد بچه جان. احترام شوهر میدانند و اجرا میکنند نمی. همه سطح این کارو نمیکنند. ایسوبی همدیگرشون نمیفهمن میشه میشه. همدیگه فهمی که نمیشه اویلوه. زنک مردک نمیفهمن، مردک زنک نمیفهمند. مراسم باشد همه میفهمند. مراسم نباشه اگه اون کس نمیفهمند. نه فقط زن و مردو، بلکه دیگه آدمایان. خیلی فکری من نمیخواد. خودم رو میگویم برای شما، چون که در عائله من ما مردهایم، ما عزتمون به جا میآورند، ما زنها نیست. به گفتی شوهرامو کار نمیکنیم، اجرا میکنیم و ایشون فرمانشونه. باید در عرفیت از اصل گفتن که در عرفیت زن و مرد باید یک جفتی مناسب باشد، یکدیگری عزتی خود را به جا آورد و یکدیگر را عزت و حرمت کند، چون که فرزندان از ویها تعلیم آداب میگیرند. البته این نه تنها زن، مردم ویش آوردن نشه که احترام میزنه. قرآن به هم نوشته مانده است. حقی مرد و زن برابر، کانستیتوسی ما به هم نوشته مانده است. عزت احترام برای فرزند و دیگران اگر گپی نزنه، همه بچه‌ها هم نقص تربیت را میبرند. همه یک وایبی گفته نمیشه. همه یک پودانده هم مولی گندش است، آدمی زودانده هم گندش است، نقصش هم است. اکنون آخوردی نقص تربیت گرفتگی وای اویلا هیچ وقت بیرون نمیشه. خیلی که نباشد من کینه ها و بعضی سوژت ها هزل و وایب نشون میتیم. من بعضی تماشا که میشنم همین سال نگاه کنم یک ولایت سوخت و 4302 اویله جدا شدگی. برای چی؟ hozir hangi zamonanda akun hurmat meykadaga hayo kam. Anlaşmıyor. Hozir zaman misol ama Yevropa tarafı taqlid kada misol zano mardakashoni agar puldor bo'ladi yo vay bo'ladi hurmat mekunadi. Agar bepul bo'ladi, men hayotimda hamaga ro'z guzashtagiki misol pul vay vaqtida mo'ykanda har xil joyini ko'rmaykardim. Ammo zanam guftagi budki, hozir juda raftagi. تو حالا بچه‌دار شویم پمپرست پول یافتن نمیتونه گفته بود، خلاص جدا برفتگی بودیم. من گفتگیم که حاضر اما بسیار آدما بسیار زنکا اما پولش نرمال باشد، یک پسین خلاص پول آقامش بسیار باشد میام دیگه. اما وقتا نرمال هیچ اما عائلش هم هیچی نمیگه، جیم زندگی میکنه. اگر پولش وای باشد کم صغیره باشد حرمت کردن و کمتر نیکن های حرمت میکرده هم و یا کم نیکن سلیش کم. و من فکر میکنم که زنهای تاجیک ارزش های شرقیانه را احترام و جابجا میگذارند بسیار احترام میکنم. البته هستند نفرایی که همه چیز احترام نمیگذارند. من فکر میکنم این باعث بدبختی خودی آنها میشوند. پیشروی و موفقیت مرد البته از خود او وابسته است و در صورت دستگیری زن در پهلوی آن کس این چیز آسان‌تر به دست می آورد. معلمه اندیشه شما چی در همین مورد احترامی شوهر گفته شخصا خود شما چی رو میفهمید؟ مرحمت. احترامی شوهر گفته من همین رو میفهمم که آن زنی که عاقل است، آن زنی که با یک جهان آرزوی هوس عائله را برپا کرده است، در نهاد وی الکی تا خانه شوهر رفتن احترامی شوهر پیدا شده است. احترامی شوهر، سخنی شوهر را دو نکردن، به همه طلبات های وی راضی شدن،
یا اینکه مصلحتی که دو طرفه است دستگیری یافتنش، این همین احترام شوهر است. یعنی با سخنهای نقص پیشواز گرفتن، به کار گسیل کردن، خوی کاشت را در وقتش تیار کردن، وقتی که در وقت مشکلی است وی را دستگیری کردن، بیمار است وی را نگاه و بین کردن. این پهلوهای خیلی زیاد دارد. زندگی خیلی مشکل است. راه های پر از پیچ را دارد. همه این را در اینجا ما گفته نمیتوانیم، لیکن همین را گفتن جایز است که امروز زنها به خیالم بسیار شوهرهای خود را احترام میکنند، چون که من میدانم شوهرهایی هستند که از زنهای خودشان فخر میکنند، شوهرهایی هستند که در جامعه نشسته زنهای خودشان را تعریف میکنند. این بیهوده نیست. زنهای موفق هم هستند. همه آن از آن است که شوهرها نیز آنها را دستگیری میکنند. اگر یک دیگر فهمی باشد، مثلا یک چیز است که امروز در جامعه مسئله گندر برآمده است، لیکن این اون را نمیفهماند که برابر حقوقی زن و مرد حرمت و احترامی مرد را شکسته باشد، شوهر را شکسته باشد. در همه وقت زن است و باید که نمونه عبرت باشد. اکنون معلم جوانان امروز همین خوب درس شوهرداری را از خود کردن. فرزندان ما در وقتی در همین عائله تولد شدن، مناسبت زن و شوهر یعنی پدر و مادر خود را از نظر میگذرانند. پدر و مادر اگر در خانواده آرامانه با تمکینانه مناسبت کنند، یک دیگر فهمی باشد، البته این تاثیر کلان میرساند و آنها نیز آرزو میکنند که من هم آینده وقتی که عائله دار میشوم مثل پدر و مادرم میشوم. اکنون باید جوانان برای آنکه عائله سالم برپا کنند، عائله مستحکم باشد و اینجا من گفتم میتوانم که پایداری استواری همین عائله را محبت تشکیل میکنند. کدام وقت شوهرها همسران خودشان را دوست میدارند و مهرشان زیادتر میشود. اگر وقتی که عروس به خاندان آمد، پیش از آنکه شوهر خودش را دوست دارد و باید پدر و مادر شوهر را دوست دارد. در همین عائله چند نفری که هستند آنها را احترام کند. وقتی که شوهران از کار خسته شده می آیند، اول به چشم پدر و مادر نظر می دوزند که طبعشان خوش است یا اینکه ناخوش است. وقتی که پدر و مادر از همین رفتار عروس خود خرسند هستند، مناسبت مهر محبت شوهر و همین جوانان به زنها باز هم بیشتر و بیشتر می شود. تشکر، سلامت باشید. من اینجا یک نفر معلمه آموزگاری جوانی نشستن. مرحمت اندیشه شما بیاد به واقعیت زندگی نگاه میکنیم. موضوع ما درباره احترام شوهر. دیگر اعضایان عائله البته در حیات مستقلانه همین جوانان هم به واسطه شرکت میکنند، لیکن امروز ما مشخصا در مورد احترام شوهر گپ میزنیم. خب در خانه شما احترام شوهر خود را چه به جا میآورید؟ یا دیگر را دوست داشتم و عائله برپا نمودیم. گرچند که همسری مهربانی من روشن ضمیر هستند، این دنیا را با چشم دلشان می نگرند، من نیز آن کس را با چشمان سرم نه، با چشمان دلم نگاه کرده تمام آرزوهای و آمالی که در دلشان می پرورند برای جامعه عمل پوشیدن در این حیات دو روزه کمر همت می بندم. عصای دستی آن کس در زندگی بنده هستم. من فخر می کنم که خداوند کریم به من چنین عزیز خداوند را، همسر مهربانم را روبرو کردند. آفرین. چند سال شد که شما عائله دار هستید؟ 9 دکبر سال 2012 عائله برپا نمودیم و برای برپا نمودن عائله ما 10 سال سپری گشت. اکنون نگاه کنید، دوام همین 10-11 سال می شود به فکرم. باری هم در زندگی شما نافهمی ها بود؟ نه، یا مثل افسانه حیات شما 10 سال رنگین؟ بله. میدونه چی؟ وقتی که با عشق صمیمی، عشق هوای و هوس نه، وقتی که با عشق صمیمی که خداوند نه هر عشق صمیمی را در دل هر یک جوان نشانه میگذارد. وقتی که با عشق صمیمی عائله برپا می شود، در تمام پستی و بلندی زندگی از نگاه دوربینانه،
از نگاهی اندیشانه مثال زن و شوهر مثال همان کمبودی ها رو همان بردباری هایی که در زندگی در حیاتشان در همان عائله صادر شده ایستاده است با یک خلاصه ای مثال چگویم نفع آور می‌نگرند. مشکلات زندگی را سبک بار همراه دو نفر نشسته با مصلحت با مهر و محبت حل میکنید. هرچند وای شاید عصبی میکند شما رو، لیکن شما عصبی خود را آرام نگاه میدارید. از روی گفتی شما همین خیلی با خلاصه آمدن ممکن است کاش که همه جوانان همین خیلی زندگی خود را با مهر و محبت پیش میبردن. سلامت باشید، خوشبخت شوید. خداوند تبارک و تعالی به هر یکی من و شما 7 دروازه رحمت داده است. این دروازه های رحمت رو در بلندی جایگیر کرده است. این به ارزش گذاشته است، فقط بالا و جا کرده است. این دو چشمان ما، این دو گوش ما، این دو بینی ما و یک دهان ما 7. این 7 دروازه رحمتی پروردگار. بالای همین دروازه ها و سردار تا این که مانده است کشادن به پوشیدن به. این سردار اینهایم بالا و جایگیر کرده مانده است. این عقل ما، عقل فرماندهی همین دروازه ها هست. زنها همین یاد گیرن کفایه برای شوهرداری. چرا؟ وقتی که شوهرت برمیگردد از کار و از کوچه و از کردار خودش 7 دروازه وی را بیهوده نپوشان. وی به امید خانش به می آید. از در که در آمد اولی پیش چشمانش په کجا می افتد؟ باید که همه جا تازه آزاده و زیبا باشد و خودی تو هم همین گونه باشی. تی هم هر گونه لباس های و همون گوی سالمی گاو نگاه کنیم همه جاها راست برامده نبیایی. وقت میدانی آمده شه باید اینکه در پیش نظری و یک جلوگری باشی. گفته می شود که شوهرت چون به تو نظر اندازد خرسند شود. یک نگاهش به علاقه از تو خرسند شود. و دومش همین که آمدید می شما کنیست پسکایی من آودید می نمی من زیها فرمودگی بودم مگوید و دروازه های گوشش رس میشد. خوش آمدید شوهر مهربان، شما صحت سلامت آمدید می جاهای کارتان تینج می وی نمیدانید که با کی معامله کرده است و چگونه معامله کرده است، با کدام طبیعت برگشته آمده است. و همین گونه اکنون دروازه دیگرش هست که و بوگیر است. بوی بدی از کجا آید یا از شما آید و حس میکند و ناراحت میکند. و من این دروازه های احتیاط کرده اگر ما وی قبول کنیم از آمدش علاقه به شما دیگرگونی نگاه میکند. همین نگاه شوهر بزن باید اینکه تبسم آرد. همین تبسم آرد. همین مردهایم باز رافت میشن. راست در آمده است یک مرد خانش به اما پالاشه نه شتگی بس تازه کدگی بس عرقاش اکون پاک کده شود. هم راست در آمد که پای افسارش هم کمه که اما خاکی کچگی را آمد افلاسی آمد. چشمتان به نگاه نمی کنید میمن جای تازه به زیر رفته ها زیر شدگی بده. من همین زیر کده آمدید آفتاب روی تو چشمان مرا خیره کرد. ندانسته ماندم که من همین جوه پا گذاشتیم. یک ظرافت گویی هست می که قهری همون غضبی زنه با زیباگی سخن پخش کند و یک حالتی بهترین به خرسندی آور بیارد. من گمان میکنم که احترام زن و شوهر این همدیگریش به دوتا همون عاشق منشوق های کود در به اینش نر اینش ماده میگن. من عاشق منشوق یکتاش نر یکتاش ماده میگن. بی یکتاش همین در کشاده پشت نمیشد. این هم یک عاشق منشوق هستن. همین کشاده پشتنش با آواز نبرودن به کمک روی همین انزد همین خیرشتنش دکار. اینها یادرگیش حمایه کند. اینها یادرگیش طرفش گیرد. پیش پدر و مادرش بیام، پیش فرزنداش بیام. همین وقتی که حمله به جانب پدر میشه دادا آخه من همینجا دنیا و آوردید من این چیزای گران نمیتید گفت. آخه مادرش دیوید برات دابتی تو حالی نامد است. اینجا دیگرها های چیزای ضرورتره. من این طرفگیره ها حتی نزدیک فرزند بیام شدنش دکار گید. نه تنها پیش قینوی امکش بیو، نه تنها پیش وی دیگرها بیو. بنابراین من میگویم که زنها شما به سوی
مردهاتان به نظر نیک نگاه کنید تا که به شما با نظر نیک نگاه کنند. شما با شوهراتان خوش سخن باشید، زیرا که خودی دهان سخن زبان این نصف جمال است. البته شما زیبا میتابید و جواب شما هم همیشه با شیرین سخنی به انجام میرسد. برای چی نه همیشه نه همه جوانان همین آداب عائله‌داری و احترام از جمله شوهر رو نه همیشه میدونند و رعایت میکنند؟ سبب چیست؟ تشکر محبت خان. در جامعه امروزی ما در تاجیکستان صاحب استقلال ما با مسئله عائله و عائله‌داری، تربیت فرزند در عائله، تربیت جوان زنان، جوان دختران اهمیت خیلی جدی داده می شود. در این سمت بسیار برنامه ها، استراتژی ها، قانون های جمهوری تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. در یگان دولت دیگر دنیا قانون هایی که به مانند قانون هایی که در تاجیکستان هست عمل نمی کنند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم ها، عنعنه ها و جشن و مراسم های مردمی که اجرایش آن رو در مجموع اعضایان عائله افاده می کنند. و امروز جوانان امروز درست گفتید، در حقیقت امروز ما متاسفانه روی به آن میبینیم که امروز عائله های جوان بیشتر پاش خورده ایستادن. من گمان میکنم که عموما پیش از برپا نمودن عائله، یک عائله باید ما چه جوان دختر باشد چه جوان پسر باشد اون رو پیش از برپا نمودن عائله اون رو تربیت کنیم. از کدام وقت؟ از آوان کودکیش. من استاد خیلی خوب گفته گذاشتن همین تربیت رو اساساً فرزندان در عائله میگیرن، میبینن مناسبت پدر و مادر در عائله چگونه است، مناسبت شوهر با زن، مناسبت زن با شوهر. من یک مثال حیاتی رو محبت خان به شما گفته میتوانم. من خیلی خرد بودم، نمیدونم صنف 4 یا 3 میخوندم. مادر کلون من با همه خواهران من با خاله هایم نصیحت میکردن که همیشه شوهر رو در عائله باید عزت کنید. شوهر مرد شاخستون خاندان است، شوهر تکیهگاه خاندان است، مرد پدر بزرگ است. و امروز اگر تو مرد خود رو، همسر خود رو، شوهر خود رو عزت و احترام کنی هیچ وقت در حیات کم نمیشوی میگفتن. و یک عباره رو میگفتن همیشه شوهرم گوهرم گویتون. و همین عباره رو من بسیار، من در اینجا همکارانی سابق همکارانی من هستن، آموزگارا هستن در برآمدهایم، چی با دانشجویان چی در من با جوانان در شهر و ناحیه ها بسیار میشوم و میگویم که فقط همین عباره رو استفاده میبرم، شوهرم گوهرم. من الکی من خودم مادر کلان شدم، من الکی نبیره های خود رو تربیت کرده استودیم شکر. و من با آنها همین اون سخنهایی که مادر کلان من به من مثلا 7 ساله 8 ساله دخترچه بودم میگفتن، حالا هم همین سخنهای مادر کلان من در گوشم صدا میدهند. من از همین نصیحت های مادر کلانم، مادرم، خوش دامنم، تمام حیات خود رو به همین سخنها روانه کردم. مثلا شوهر من برای من یک دوستم، نه تنها شوهرم، دوستم، رفیقم میباشن. به نهایت احترام میکنیم برای اون که این رو ما از اوان کودکی معلقه آموختیم. و امروز من گمان میکنم که با جوانان ما در مکتب ها، من معلمه میدونن درس های عائله داری هست، در کودکستان ها الکی عائله داری آموخته استادن. وقتی که ما فرزند میفهمونیم چطور باید مناسبت زن و شوهر در عائله باشد، زن چه مناسبت کند، شوهر با زن چه مناسبت کند، وقتی که آنها میفهمن این رو، در این وقت عائله ها پاش نمیخورن. البته در عائله بی نهایت زیاد مناسبت ها هستند، عائله هم تو خودش برپا شده نمیتواند. در اینجا احترام یکدیگر، مهر و محبت یکدیگر فهمی و اهم مهمش زن و شوهر به یکدیگر باور کنند، اگر در آن وقت عائله سالم می شود و مستحکم می شود. تشکر، سلامت باشید. مدنیت و آداب مناسبت کردن با شوهر در چی ifade می‌یابد؟ من فکر میکنم که ما باید گنفون عائله رو پاک کنیم.
گنفون اویله یعنی چی؟ باید همین تربیه خانوادگی هم درست باشد. در بسیاری حالات از معلومات درست قید کردند که ما اون چیزی که از مادر و از مادر کلان ما دیدیم همین تکرار میکنیم. و از حیات یک چیز تجربه کردم. یک نفر معلم عادی مکتبی میانه بودم. بعد معلم دانشگاه، بعد صاحب عنوانهای هر گونه علمی. لیکن کسی در کوچه مرا نپرسید که شما در کجا کار میکنید و چند سال معاش میگیرید. همه از عائله و از خانواده هم میپرسند. و برای من همچون یک زن خانواده قیمت‌تر است. یعنی خانواده یعنی کی؟ در سرگهش شوهر میست. و اینجا حاجی دامولا بسیار درست گفتند که ما باید ابروی اعتبار شوهر را در نزد فرزندانمان حمایه کرده توانیم. معلومه وقتی که ما با فرزندانمان پدرشان را غیبت میکنیم، آنها یکمش غیبتچی میشوند، دویمش رفته رفته خودمان را غیبت میکردگی میشوند. میفهمید؟ برای همین ما باید همیشه از حقوقهای شوهرانمان دفاع کرده باشیم و البته شکر کردن و صبوری را آموزیم. اگر همین در عائله ها شکر و صبر باشد، من فکر میکنم که یگان عائله جدا نمیشود. برای چی بعضی از شوهران به احترام شده ایستادند در عائله؟ در نزد شعبه کاربازان و عائله تا چند سال باز میشود که همین کمیسی جمعیتی این شورای مراسا فعالیت میبرد. در آنجا عائله هایی که پشت خورده ایستادند یا اینکه مکتوب هایی که از ثبت اسناد حالت شهروندی به ما وارد میشد آیده بیکار کردن عقد نکاح عائله های جوان، حالا اونکه آنها صاحب فرزند هم نیستند، همه ها را دیده میبریم. در کمیسی بسیار در کمیسی جمعیتی جنجال های با شدت هم در آنجا دیده می شود. شدتی که بلندتر زن یا زن. البته همراه جوان دخترها، جوان زنهایی که نو عائله دار شدگی مادر کلان، مادرشون هم هستن، میبینن همون جو یک واهای تربیه کردن نیست، واهای خودشونه. یعنی احترامی شوهر رو، موقع شوهر رو نزد شمایان هم پس میزنن. میزنن. البته شرط هم میگذارن که یا من نمیگوی یا مادرته. همین طور عائله های هم هستن. اینها بسیارتر عائله های جوان، بسیاریش البته دانشجو هم هست، خونده میگردد. خیلی که ما در دانشگاه دولتی خوجند به واسطه محفل فرهنگ عائله داری وای میکند، فعالیت میبرد. هر ماه در هم موضوع های بسیار هم مبرم روز در آنجا محفل گذرانیده می شود. با برابر این هم کمبودی ها بسیار بین زن و شوهر احترامشان خیلی که اعضای کمیسی هستن این کس هم دیده وای میکنه. بعد چند لحظه به صحبت استودیو برمیگردیم، با ما بمانید. لحظه رکلام در پیش است. این تاک شوی پیچتابی زمان است و موضوع امروزی ما نسبت احترام شوهر است و صحبت رو در این استودیو ما ادامه میدهیم. معلمه، خب بنا اینجا گفتن با وجود اینقدر کاربری، پس چرا امروز در بعضی عائله ها همین اعتبار و احترام و موقع شوهر پس رفته ایستاده است اندیشه شما؟ بله، اگر از نقطه نظری پسیخولوژی گیریم، در وقتی که معاشرت سازش نمی شود، چرا که به نظر نور خان گفتن، این علاقه به شدت میگه، به حالت امتنالی میگذرد. یعنی چرا که اگر عرفیت بگیریم که غشت از قالب میکوچد. در حالت امتنالی نه حرمت، نه عزت، نه احترام یگان چیز به اعتبار گرفته نمیشود. چون که یک حالت خیلی پرشدت امتنالی است که در این حالت انسان هر چی کار کردنش ممکنه، هر چی گفتنش ممکنه.
یعنی این حالت خیلی وزنین می باشد و این حالت خود از خود در جای خالی پیدا نشده است. بله این زمینه‌های خود را دارد. بله سبب خود دارد. رفته رفته این همین به حالت آورده میرساند و این حالت خصوصیت سرایت کنندگی هم دارد. انمی حالت انسان و در همون جا نشستگی اون همون هم عیناً همین حالت بگرفته بشه، چون که این حالت روانی خیلی وزنین است. در این حالت ما نمیفهمیم همون شخص رو، میگه وای بی آداب است، وای بی ترتیب است، وای نه این نادرست میشد، وای در همین حالت است. برای همین درک کرده توانستند که برای چی وای تو همین درجه به همین حالت آمده رسید. ما محکوم میکنیم که انسان همین خیل است. در اصل انسان خوب است، تو وضعیت ها او را به همین حالت آورده میرساند. برای همین درست این موضوع برداشته موضوع خوب است. در قانون هم هست که زن مرد اینها برابر، لیکن مرد افضلیت دارد، گرچه که ما برابر هستیم. افضلیت جسمانی دارد، از افضلیت پولی مالی دارد و همین احترام مرد در عائله این جاری میشود. فرزندان هم احترام میکنن، در فرزندان نسبت پدر احترام پیدا بشد. یعنی این را تشکیل میکنند، همون زنها تشکیل میکنند که اونو چخیل اینا تشکیل میکنند. خواهن این تشکیل کردن شما، خواهن برعکس شدنش ممکن است. برای همین هم در اینجا بسیار اینجا حاج داملا بسیار نازک قید کردن. این طرفین است، این یک طرفه نمیشود. حرمت و احترام کنید و نفهمن استفاده برن، حرمت و احترام از بین می رود. اگر شخص خودش رو پایمال شده و استفاده برده حس کند، وقتی که وی طرفین می شود و طلبات های وی قانونی می شود، اون وقت این مستحکم می گرد. تا رفت این مستحکم می شود که اون رو برکردن مشکل است. و اینجا بسیار ناز قید کردن یک محبتی صمیمی که محبتی یک عجایب. من در حقیقت محفوظه رو دستگیری میکنم، نه در همه کس این چیز میشود، لیکن وقتی که مشاهده میکنید مناسبت این کس رو، این مناسبت حقیقتا زمینی نیست، آسمانی است. حقیقتا که همین رو ساخت انسان، خودش ساخت همین چیزه برای مستحکم شدن عائله. همه این مناسبت ها رو ما خودمون میسازیم با دستور خودمون، چون که گفتن با زبان، با چشم، با شنوایی، با دل، این چیزها همش ساخته بشه. و چنین چخیلی که شما مناسبت کنید عینا همون گشته باز بیاید. برای همین هم در این مناسبت های طرفینی میباشد. تشکر، سلامت باشید. اکنون مرحمت حاج داملا، شما اعضای شورای مراسا هم هستید نزد حکومت شهر خوجند. اکنون بسیار مسئله ها رو، جنجال های عائلوی رو هم میبینید و همینجا از بابی حق شوهر از بالای زن خود هم یادآور میشوید، میگویید، شما رو میشنوند و برای ما هم گویید. به نام خداوند بخشنده بخشاینده مهربان، حمد و ثنا برای خداوند و درود و سلام به حبیبش محمد علیه السلام. امروز اویده تمام مسائلی که در جامعه پیدا میشد، ما خادمان دین را در بابت همون مسئله نگاه دین را میپرسند که از نقطه نظر اسلام همین مسئله به چی گفته شده است. برای چی نگاه دین میپرسند؟ چون که نگاه کنید در تاجیکستان عزیز ما امروز خطا نکنم 97-98% اضافه شاید والله اعلم ما مسلمان هستیم، در کشور زندگی میکنیم، کار و فعالیت میبریم. مسلمان به هم معنی است که پیرو دین مبین اسلام هستیم. اگر امروز ما دعوا کنیم که ما مسلمان هستیم، ما باید که پیرو دین مبین اسلام باشیم. همین دین مبین اسلام تمام راههای بهترین و نشاندادهای بهترینش را برای ما بنده ها پیشنهاد کرده است. آن راههایی که در آن صورت اگر ما بنده ها در حقیقت همان راه کت قدم مانیم، از روی همان نشاندادهای دین مقدس اسلام اگر راه رویم، اگر این با فضل پروردگار همان انسان، همان بنده ها تمام خوشبختی و سعادتمندی و کامیابی و خرسندی و تمام نعمت های دنیا و آخرت نصیب همان بنده میشد. پس یگانه راهی بهترین در همه حالت ها باید که از روی همون دستورات اسلام عمل کنیم که اسلام دو چیز را برای ما گذاشته است. یکی قرآن،
دیگری سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در داخل همین چیز دو تا چیز مقدس حقوق‌های زن و شوهر خیلی زیبا، خیلی فهمو، خیلی ساده بیان کرده شده است. امروز برکه یابان ببینید راهبر دولتمون یکمین مرتبه 200,000 نسخه قرآن را با زبان تاجیکی چاپ کردن، دستگیری کردن. با تشبثی با فرارسی ماه مقدس رمضان 32,000 نسخه چاپ کردند. برای چی؟ هدف چی بود؟ هدف آن که بنده ها و شهروندان تاجیکستان ما و شما از داخل قرآن با خبر شویم، آموزیم قرآن که حدیث های پیغمبر که در داخلش کدام راه ها را نشان داده است که به سبب آن راه برفتن ما توانیم که جامعه سالم نگه داریم، عائله سالم نگه داریم. پس در این قرآن، در این حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیه حقوق های شوهر در ذمه زن گفتید بسیار هم زیبا بیان شده است. از آن جمله یک روز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک زن می آید و پرسش میکند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق الزوج علی زوجته، یعنی حق شوهر در بالای زن کدام است؟ گفته پرسش میکند. این پرسش آن زن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تمام زنها یک درس عبرت است که از روی جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار و فعالیت که زندگیشون گذارند. چی گفتند پیغمبر؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که حقوق‌های شوهر، یعنی حق و حقوق‌های شوهر در ذمه زن همان است که زن باید که در عائله شوهرش را حرمت و احترام کند، عزت کند. خیلی که در اینجا حاج دامنا گفتند زبان شیرین، سخن شیرین که گفتار و معامله کند. و وقتی که از خانه برآمده یگان جای رفتنی می شود حتما باید که راضیگی شوهرش گیرد، اجازه شوهرش گیرد و برای شوهرش گپ گردانی نکند، حتی به آن درجه که اگر خواهد که روزه های نفل داشتنی شود باید که راضیگی شوهرش گیرد. و از همه مهمترین اساسینش ببینید با چی گفتند که پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر برای بنده اجازت می بود که برای یک نفر دیگر سجده کند، برای یک بنده برای بندی دیگر سجده کند، پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند که من زنها را امر میکردم که به شوهرهایتون سجده کنید. این امری بزرگ است. این سجده برای پروردگار میشد، اما گفتند که در صورت اجازت باشد بود تا آن درجه که حقوق شوهر باز در اینجا معین شده است که من امر میکردم که زنها باید که شوهرهاشون سجده کنند. پس من اگر سخن خیلی زیاد است اما من مختصرا گفتنی هستم که زنها باید که پیش از همه انمین حقوقهای شوهر رو در ذمه‌شون چی هست با خبر شوند. این از عائله سر میشد. از ایام حال شوهر نکردن، از ایام دخترگی، از ایام نوجوانیشون باید که پدر مادرها انمین چیز آموزانن و فهمانن. امروز یک عجایبی کار همین است که بنده ها امروز انا گویم جوان ها کلانسال ها فقط همین دنیای فکر میکنن. معلومه برای چی؟ با چه خیلی ساده تر کار فهمونم. مقصد اگر یگان کار شود اگر فکر میکنن که در همین فقط دنیا تمام میشد. یکی از سبب های اساسی همان است که امروز ما همچون بنده خدا مؤمن مسلمان قریب که حساب و کتاب آخرت فراموش کردیم، حساب و کتاب نزد پروردگار فراموش کردیم. اگر زنها امروز خوب درک کنند که در صورت ناحرمتی، نااحترامی و رعایت نکردن حقوقهای شوهرهایشان فردای قیامت در پیشگاه پروردگار چی جواب میتین، آنها را خداوند چی نسبت آنها معامله میکند، اگر انمین ترس روز قیامت باشد همین چیز هم سبب میشد که آنها خودداری میکنند از معامله دغل کردن و از رفتار ناخوب کردن. و یک حدیث دیگر از پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن که این بشارت زیبا برای زنها هست. میگن که ای امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. گفتند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر زنی که وفات کند و اگر از همان زن شوهرش راضی باشد 8 در جنت برای چنین زنها گشاده. گفتند این بشارت بسیار هم زیبا هست. اگر همین بشارت از زنها درک کنند در این زندگی و حیات تمام قوه هاشون، تمام گفتار و رفتارشون کوشش به آن میتین که راضیگی شوهرشون دریافت کنند، دل شوهرشون یابند تا که درهای جنت گشاده باشد. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله زنها، دخترهای ما و شما از این چیزها خوب با خبر شدن، همیشه شوهرهاشون حرمت و احترام میکنن. تشکر، سلامت باشید. من اینجا درباره راضیگی شوهر گفتیم. من راضیگی شوهر گفته شما چی رو میفهمید؟ راضیگی شوهر من همیشه میفهمم که همه کارها، عملهایی که زن اجرا میکند با راضیگی شوهر شود، به فکرم جنجال هم کم میشود.
ҳамаи ҳамин нозукиҳое ки мо дар мавриди мана розигии шавҳар гуфта истодем ё зани итоаткор мана инҷо ҳоҷи домулло бисёр хуб гуфтанд ки 8 дари ҷаннат кушода аст вақте шавҳар аз вай розӣ мешавад. мушоҳида мекунед ки масалан дар оилаҳо риоя мешавад ва дарк мекунанд? не ҳама вақт. чаро ки бисёри имрӯз суханкардагиҳо қайд карданд ки бештар ба дунёгӣ дода мешавем. ин як. баъд аз он тарбияи дар оила, духтарҳое ки ба камол мерасанд, онҳо дар оила тарбия меёбанд, онҳоро модар ба воя мерасонад ва муносибати падару модарро дар оила мебинанд, аз ҳамон сабақ мегиранд. инҷо муаллима мана қайд карданд ки модаркалон ҳастанд. модаркалон ҳам бисёр роли муҳим мебозад дар зиндагӣ, чунки модаркалон, ман ҳам модаркалон доштам ва аз овони хурдӣ мо медидем ки он кас чиҳо мегуфтанд. вақте ки падари мо бисёра мо хурд будем, модаркалонам дар синфи 8 хонданам аз дунё рафтанд. вақте ки кӯдак будем, албатта зан ба модараш бисёр чизҳоро омада нақл мекунад ва ман мушоҳиди ҳамин хел лаҳзаҳо будам ки кӯдак бошамам ба гӯшам даромада меистод, бо вуҷуди он ки ман бо корҳои худ машғул будам. мегуфтанд вақте ки меомадану хай шикоят барин аз кор омада, аз ҳаёт, шавҳарам фалон қисса шуд ё ҳамин хел шуд, гуфта нақл кунанд. ҳай дар бораи шавҳар фақат мусбат гап мезанем. он чи ки хонатон башуд, очам ҳам хай мегуфтанди модаркалонам, кӯдакатонам ҳаст, мо ҳарду мо сухан гуфтосим, вай ҳам мешунавад. бо вуҷуди бадгӯӣ накун мегуфтанд, ман мешунидам ва ҳамон лаҳзаҳо як воқеа ба ёдам ҳозир омад. гӯшкадаравон дадам падарам як тарбуза гирифта вориди хона мешуданд. вақте ки ҳамихе гапзанон мешуд, ворид шаванд, ҳамон модаркалонам гарчанд ки солхӯрда бошанам, кӯрпача кушодагӣ буд. вақте ки омдан, вай аҳмадхон омдан, гуфта аз ҷошон бархеста, боз як кӯрпачаи дигара гирифта мекушоданд ки аз дар шавҳарат омаданд. гуфта вая модарам медиданд ко мисол ҳамин лаҳзаи манам мушоҳида кардагӣ, ҳамин нақшбастагӣ ва мова фақат насиҳат мекарданд. вақте ки хоб мерафтем, вақти хоб ана ҳамин чизҳои насиҳат мекарданд ки рӯзе мешавад ки туям соҳиби оила мешӣ, рӯзе мешавад ки хонаи шавҳар бамерӣ, ё саҳар ба ногоҳ мо этаж калон шудагӣ бевақтар хеста монем, ҳозир аз дар даромада ягон кас завҷа шуда биёд туи келинкара намерад мегуфтанд. баъд ман ҳайрон мешудам, ман хестосиам ку гуфта гап занам, гапам ба гап ҷавоб наде, бархезу ҷойро ба қабида рӯ ҳавли рӯ. лаҳзаҳо бисёр. барои ҳамин ман фикр мекунам ки оиле ки модаркалон дорад, оиле ки модари ҳама тарафа, вай бояд ки ҳам дар ҷомеа бисёр инсони комил бошад, ҳам дар оила он чи ки мана модари ман мактаб кор мекарданд, хону биён аллакай ваишон ролишон дигар буд, вазифашон дигар буд. ва ман фикр мекунам ки мо ҳам аз модаркалон, ҳам аз модар бисёр лаҳзаҳои хуба омӯхтем ва ман ин кади намехоҳам гуфтан ки дар ҳаёт ҳамвор аст, ҳама вақт баландиҳо ҳаст, зиндагӣ пастиҳоям дорад. лекин агар худ аз шавҳар гӯям, шавҳари ман бисёр иродаи мустаҳкам доранд ва вақтҳое ки мисол зан норозигӣ баён мекунад, ягон чиз ба ман шахсияти худро дорам ва ҳамина бо мулоимати изҳор мекунад, он кас таҳаммул доранд ва саброна гӯш мекунанд ва шумо худ шарҳ мекунед ки вай одам таҳаммул дораду чаро шумо дигар хел ҳарф занед. кадом вақт шавҳар эҳтироми худро, мавқеи худро дар оила аз даст доданаш мумкин? дар кадом ҳолат? пеши зан, пеши фарзандони худаш? марҳамат, ки фикри худро мегӯяд? ба наздики шоҳиди як ду воқеаи ҳаётӣ шудам. ҳамин дина пас аз кор як бозори панҷшанбе гузардоштам, лекин ҳамин хел дар ҳайрат шудам дар ҳамин масъалаи эҳтироми шавҳар. ман бо хай сари хам мағоза даромада ҳама як пойафзола нархиса пурсам, гуфта истам, зани ҷавон ба ҳамон марде ки дар наздашон истодасту ҳардушон машғули ҳамин пойафзоларо ҷобаҷо кардан буданд, коробкҳое гирифта ҷобаҷо мекарданд, ҳамин хел бошиддат ки шумо гуфт ки вай пойафзол вай чи коробкҳое беруни мағоза кушоед, худнамоӣ мекунед,
همین خیلی اول شما گفتم من سرم خم اکن احساس دیده سردم دونی مغازه و ضروری همشه ایسی و ضروری همشه من حیران شدم که زنی تاجیک همین خیلی نگاه کردم زنی تاجیک در همین وی خودمو یکی پاستر گپ میزنن نادیده همین خیلی گفتن من اکن یک آدمی سالم این چیه خودم وای دارم چون که در اونورسیت این خیلی فهمهای نو است وای شده است میخوام از تجربه زندگی گرفته باشم بعد پاستر میگویند وای شوهرم یک متر 2 متر وای طرفتر بیرونی مغازنده کارابگوی چیکارسن نادیده چیز ندیدگی همین خیلی گفتن باز شدت گرفته وای ضروری همشه ایسی وای همین خیلی یک تو میگوین یک شما حیران شدم راستی گپ من دیگر اگر باور کنید اگر چندی همچین چیزی که برای من پسند بود گرفتنی بودم همین روح افتاده شدم که یا زنی تاجیک همین درجه برسیدیم میگفته سکی خیلی برومدم راستی گپ چیزی هم نکرد و خودش فهمید من درک کردم که بعد کلینچه اکن همون سرداری همون دکان همون کس به خیالم که وای بیچاره شوهر یاردم کرده وای میکنن در حیرت شدم که تو این درجه بعضا میشده است که همین یعنی که اکن درست است در اینجا خیلی دیگر نقطه نظر است که اکن شوهری بیچاره شاید مبلغی زیاد نداشت که همون وای سروری کردن باروی بیارد و وای جای اساسی بکنن موقعش داد بیچاره و علاقه من میخواد وای از بس که پولش نیست وای موقعش باید نیست وای بیچاره همین وای با گرفتار شد لیکن همین خیلی زشت مینماید که باور کنید بسیار یک حالتی وای بود همین خیلی حالتی وای بود خیلی خوشبختانه بعد بیگوتر یک حالتی دیگر برای شدم یک جوانزن دیگر همین شنیدم بودم من چون بسیار اهمیت می‌دم چون که در دانشگاه همین معرفت اولاداری شکرانه از وزارت معارف و آموزگی سالهای نو ما سالهای دوم است که این فن رو درس میگویم حالت دیگر رو دیدم که یک زن جوان وقتی که کودکی که نه بس خان می‌در اومد همین یک کنم ساله قریب 2 ساله دده ولی دیگه کلمه تلفظ کردن نمیتوند دده میگفت وای مادرش گفت وای چی دادا نگو دادا جان گو دادا نگو دادا جان وای کودکی یک کنم 2 ساله دادا جان گفته است انا معلمه مهربان بینید که این احترام شوهر هنوز از کجا از همون لحظه که کودک سخن میگوید کودک به راه میدروید از همون لحظه آغاز میشده است اکنون من اندیشه میکنم که همین احترام شوهر اگر زنی صالحه قطع نظر از آن که او معلومات عالی دارد یا ندارد و تجربه زندگی دارد که اویله برپا کرده است مادری مهربان خود را دیده است پدر قبلگاه خودش را دیده است اوچره دیده است بابا دیده است زندگی دیده است من برونده و کرده و عقل و تمیز دارد حتما باید احترام کند آخر و احترام شوهر احترامی من اکنون از جهت فلسفی گویم احترام شوهر نه احترام خودش و خودش احترام میکند که وقتی که شوهر درآید پیش از همه مثلا کلمه من میگم علاقه شکر الله یاد میگیرن یاد گرفتن السلام علیکم میگه چهره شده کتی السلام علیکم پورا میگه شوهر میدارن نفسشون رو راست کنن اول شنن یا که همین من اکون برای خیلی کلم هم دانن یا دیگر کس بچه من پسر اکو رفتگی باشم پسرم بیچاره به وقتر بیاد هم بچه جان اسلامون اکو رومدیمی اگر همسرشون دورترنده باشن بچه جانم پی اکون نبوده گینده دوید عمده وای کنه سلامتانه چید گفته همین خیلی فهمو نه معلومه در حقیقت شاید همین گونه تربیه میده دخترها چرا مردهاش نظرش نمیگیرد و تیز جلو شدن به حاضر حرکت کرده است من این سوال من این جوابش گویتم من میدانستگیم همین این دخترهای همین زمانه آرزوی هوسش قدرتی شوهرش به نگاه کردن نساخته است این خانش بیشتری استاده آزی شو کنم ماشین به ماشین میگردم رستوران به میگردم من اینه گرامه من یک آرزوی هوس‌های کداستگی و خودی که پادشاه بچه به شوهر کداستگی با این برای اون که به پادشاه بچه شوهر کند خودش اول ملکه شود و ارزنده میامون پادشاه بچه به یگون تشنه میگه میره ها مگه کورسو پرنس نبیلم کنی هم و نی و هم و نی این دیگر گپ و ماکونش و تیچی بام زکی باشه دیمش گوش کنید کن دیم پسرها و دخترها از خرد سولیشون عصبی علاقه اینها همش به پسیکولوگ دکور پسیکولوگ نیست دیفیسیت من
اینها پسیکولوگ دکار یگان خیلی گپ آدمی دکار نی این به اینها هر یکتاش به رهی کانکریت نشون میده که دکار نسیتی ملزه دکار بچه ها خونش به پیش ددوی بوش به منبوی ملایم پیش معلماش به مکتب به منبوی ملایم هم تو که برآمد رسپای ردی مرکه دانشنده گپای الفاظی قبیح حرکت های نادرست این دختری که زیبا گفت که عشق صمیمی زمینی دکار دختر رو میتاسد عشق زمینی کدام به دی میراو پاتست میبرد شرمنده میکند اینها استوار نیاکل عشقش به این بچه های چون بچه ها نمیتاسد او بچه ها ده یک گلبه شایده پریموشت بشه و خواهد نشاو گمشاو من دیگرش میگیرم این گپوهای لیکن این بچه های اهمی خردسالیش عشق پروردگار کردی عشق من محبتی همدیگره صمیمیتی انسانیگری آدمیگری که دستاشتن در کار میگن زنهای ما ضعیفند میگن اینا میگن هم به بار میبد دارد مرد که حالا که میدونه که دیگه که میبد کلش خم میکند میگن مایلش زنهای هم قدرت دارد یک دمونه حکایشانو گفتیم من حکایه گفتم با خودش بتونم کار کننده یا یک زنی آمد گفت که دوملا من از شما یک محتاج مصلحت خوب شده است شما چند به درآمدید من 65 ساله همین شما دکار چرا هم علم دکار هم جهانبینی دکار که سالتان کلام باشید و دیگه باشید چه میکنید شما من چی مصلحت بگم 5 فرزندم هست من به راه نشان چید که زیبا اشم جدا شوم دختر جان او 5 تا فرزند چیکار کنه برادی رو یکمش به جدا شو بود دیگه‌مش به نه من یک دختری که دیهاتی هستم قشلاقی هستم اینم اقشلاق این شوهرم از بس که این کار به درآمد و مرتبه هاش بلند شد این رسپا شدن گفت این پول اومدن گفت این رسپا شدن گفت این مرکز با آوردم من ما حاضر مرکز به زندگی میکنیم من اکن هر شب مست میبیاد این در کجا بودیگم با فلانی کلانشمند شدم با این شدم فقط مرتبه های بلند کشیدم میگه من همین شب قرآن خوانده شینم نصف شبی همین مست آمد و قرآن درانده ونه و پتافت من با این مرد چگونه زندگی میکنم مسئله تیت من دوملا بیتیت چون که این عالم است عالم دین هست عالم شریعت با هم عالم شرایط هست شرایط به نگاه که کار میکند یا چیکار کرد این گفت دخترم آیا اگر تو من حاضر زیبا جدا کردم به مصلحتی هم خانی پدر و مادرت به میگونجی بی نه گفت پدر و مادرم وفات که دیگه دادرم بازنش مرا راه نمیتید یاگان سرپناه داریم که رفته همینجور زندگی کنی تو نه گفت من این خیلی از خانیش دیگه ما اجاره خودش گفت این خیلی باشد من توی که جدا میکنم قرآن درانده میتوانستگی و بد جهلها 6 نفر میشد این چه خیلی میشد گفت شوهرت 5 تا بچه خودش باید میکند گفت شوهرت نمیتید تو بچه های گفت قانون هم نمیتید پینده نه جای کارت نه کسبی درستت نه خانی استقامت تگی این بچه ها گران روی پس من چیکار کنم داملا گفتن وقتی که شوهرت مست می آید تو او را مثل شبی اولی نکاحیت پیش بازگیر گویا که وی مست نیست برای وی همین خدمت های شایسته را به جا بیار از دهانش به اومد پفون نگو یا که چرا محشی دیگه سوال اضافه کنیتی پدینگاه ها شکش لباس ها شکش و دستورش شدن به من سچاقاش برپا کن خدمتی که تو میکنی در همون حالت هم در گردنی توست بعد از 1 سال همین کلینچه گشته آمد گفت ای پیرمرد دانشمند من آمدم که شما و یک مکافاتی منم یک تحفه آوردم این شوهری من بسیار شوهری خوب شد فرزنداش و مرا از دیگر دست می‌دارد گپزنان من درباره زیبر افسوس یگون کس زندگی یگون کس هم تو پیشش بوده من همین منبع راهنما گفته نمیتوند این میلیون کس باشد میلیون خیل زندگی های عقیده ها همین خیل 2 تا زن و شوهر 2 تا کله خودش نمیپزد یک دیگه میشود که هر دوش یک فکر به راضی نمیشد یکی از آنها سرکک پس به میفراد و گرچند که خودش حق باشد هم سخنی تو حق میگد سونی صاف میشد نباشد دیگر راهش نیست است همین دیگر کارهای همین خیل این بچه های ما زنداری نمیتوند اینها زنبازی میتوند فهمیدید این زنداری دیگر زنبازی دیگر زن که بازی نکنید زن همین خیل موجوداتی که همه مده که نگه لیلکش به بازی میدارند
و به این امکانیت کی میتید انا همین بیشرفی مدک میتید همین قدرت نبودین قدرتش نبودگی مدک میتید نصفی حیات انسان شبانه است و نصفی حیاتش روزانه اگر حیات شبانش نقض نباشد حیات روزانش هم نقض نمیشد بنابراین همین مناسبتی که این جوانها یعنی دخترها و پسرها میکند باید اینکه این فوندامنتالی همین پایینش مستحکم کنند در کار نصیحتی خشوری نقص گپی مادرتون شما پرکت گفته نمیتونید چون که آدم استاش نکشیدگی یا و اثرش گذروندگی شما فقط سخن قبول کردگی خلاص و همچون مادر کلانتون داده نمیتونید باید اینکه آموزید و خودتون آموزید و استاشنیکش بروید خودتون اثرتون گذرانید بنابراین سانی بچه ها ویتید بچه ها اریجینال میخواهد کپی نمیخواهد این بچه ها همین خیلی گفت زدن که اریجینال باشد مادر کلانتون شما اریجینال گفت زدگی مادرتون شما اریجینال نه شما کپی کی سازید این قبول نکرده کن چون کنید انا بنابراین همین نقطه های مخصوصی پسیکولوژی که همین پسیکولوژا کار میکنن نقطه های مخصوصی که همین زنداری و شوهرداری همون آدم هایی که در حقیقت همین صاحب متخصص میتونن همه ها کردنشان در کار همه ها به جا آوردنشان در کار من بسیار میخواهم این جوان ها حاضر خواندن به هم خوششان نیست تا حتی فکر کردن به تنبل اینها اردوستان مگود نبلودیش که پیدا بایتی اینها بی نصیحت کلان کردن در کار نکن کلاش به انداختن در کار من این مسئله حل کردن در کار نصیحت که اینها نمیشد گفتمانم اینها کانفیس که کلاش بسیار که خوندن در کار این به مهارت در کار این به جهانی بینی وسیع در کار نباشد ماندن در کار دریا که مجراش به روان خس خاشاکه چه رفته میبرد همین خبر رفت است هیچ کی قبل نتونست است که اون طرفشه همین دایره چه خس خاشاکه چه تنگی گرام برفت است بچه‌ها همین تویده که برفت است اینش عینش ماندنیش نیازه همون مرد بچه‌مون مردی که پدر و مادرش به ملهم و مهربان و بسیار خوش‌صحبان میخیل بود از زنش کی براسون نکرد آسمون نخیر و ملهمی پدر و مادرش این خب پیش من بسیار میبیاد اگر من اینها هر یک شگم یه جواب نمیگنجد گید من بسیار میخواهم که انصاف خودش اول پدر و مادرش بتید پدر و مادر دختر بیام تید وقتی که دختر خانشان به گرام میبیان یک تا جای اهم مسئله همین زنهای میگم خواستگاری میریتان همین پدر و مادری همین دختر گید کشاده روشن میگید این دختری ما حالی تیار نیه این اکن 18 برامد همه 18 حمله میکند گید چون که 19 برات یا 20 برات دیگه دختر نمیماندگی بین 18 میگید که این تیار نیه این زیو میگید گید ما اینا گران خودمون تربیه میکنیم نکن خانش به گران بیاد گپ دیگه الکه جای تربیه و تنه سر میشه من همین گپا های گید باید اینکه همین ها رعایت کند انسان خوشبختی همه رو میخواهیم سلامت باشید تشکر مرحمت معلم لوکنه در دانشگاه ما در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов محفل های زیاد عمل میکند محفل های فرهنگ اویله داری زن و جامعه مهرگون و دیگر محفل ها فعالیت میکنند که در اینجا ما کوشش کرده استادیم البته 100% همه رو در بر گرفته نمیتوانیم 100% اویله ها رو آروم کرده و 100% اویله ها رو ما مستحکم کرده نمیتونیم اما همین دانشجو دختران رو دانشجو پسران جوانان رو در همین محفل ها در جلسه های محفل ها روز به روز هفته به هفته هر ماه یک موضوع معین رو میگیریم مثلا تربیت فرزند در اویله تیار نمودنی فرزند به اویله داری من خیلی خوب گفتن داملو وقتی که دختر به اویله بیگانه میبیاد به یک اویله دیگر میبیاد و علاقه اقلا خوراک پختن رو خوراک‌های عادی پختن رو اقلا دانستنش در کار آداب معاشرت رو فهمیدنش در کار و دختر میبیاد بعد ختم صنف 11 باور کنید محبت خان هیچ چیز رو نمیدونه به غیر از اون که رفته مکتبش رو خونده اومد و درسش رو خونده اومد در خانه ایرکه شده اومده مادرش خوراکش تیار درسش رو تیار میکند تو درست رو تیار کن میلش ما خوراکت رو میپزیم و با اویله میبیاد خوراک پخته نمیتوند یک سخنی نیک گفته نمیتواند هیچ چیز رو نمیتوند در این حالت در منمی حالت ما باید دختران رو مرحله به مرحله به اویله داری تیار کنیم اول تیار کرده دختر رو بعد به شوهر دادن در کار وقت‌های پیش که ما وقت‌هایی که ما خانه‌دار شدیم 20 ساله 22 ساله 24 ساله ما
ازدواج میکردیم ها خانه‌دار میشدیم حاضر هم خیلی تندنسی رفتن خیلی خوب گفتن که 17 ساله 18 ساله الکی کوشش میکنن که درو کلین کنن و درو به شوهر دیان و در این مورد البته جوانان ما حال تیار نیستن ما کوشش باید کنیم که آنها رو به اویله داری در اویله در مکتب در دانشگاه در اون مؤسسه که کار میکند یا فعالیت میکند باید تیار کنیم. من میخواستم اینجا به اضافه کنم در کورس چهارم فاکولته پسیخولوژی ما معرفت اویله داری میکنیم اتیک پسیخولوژی حیاتی اویلوی این مقصد گذراندن این درس تیار کردن متخصصان در کار با اویله ها زیرا که درست گفتن نصیحت وصیت و طعنه کردن این متد کار راست نمیآید یعنی آن را در عمل اجرا کردن چیکار کردن در کار مثلا ما موضوع داریم نیزا و حل نیزا چخیل باید از همین نیزا برآمد اندمیده دانشجویان در کارهای گروهی یا رولی آن را اجرا میکند چیکار کردن در کار که امین سازشی یعنی به طرفین به وجود آید چیکار کردن در کار که بعدی یک دیگر خفه شدن چیکار کردن در کار که امین سازش کنن و یک دیگرش رو بخشیده توانن یعنی این گویا که مایده چویده ها هستن لیکن از همین چیزها عبارت است دیگر این که همین وقتی که جوانان عریضه میتین به خانه عقد نکاح پیشتر همین چیز جانک شد بود اقلا همین جوانایی که عریضه میتین از آموزش ها گذرانده شود در خانه عقد نکاح رقص یاد بگیرن ادگویم بسیار تویخ شروع میشد نمی که همین جوانای تیار کند از جهت پسیخولوژی طرز مناسبت طرز معاشرت طرز انگویم از همین حالت خوب برآمدن اداره کردن خود یا حرمت یکدیگر تحمل پر ما میگویم لیکن وای آموزاندن در کار که وای یاد گیرد تو یاد نگیرد وای ما چی کردن نمیتوانیم گفتن کردن نمیشد وای در عمل اجرا میکنند وای سری ملکه پیدا میکنند و وای دخترچی 18 ساله 17 ساله وای ملکه زندگی نداره خودش رو نمیشناسد و کودک است احترام شوهر رو چخیل بجا و کودک است برای همین کودک که هست حالا برای همین هم یعنی خصوص همین با مسئله برداشتن یعنی مناسبت نزدیک چخیل باید باشد یک صمیمی یک وی خودش رو روند خودش رو دارد که در نتیجه عدم خنک نظرانه شدن زوراوری یا که با گرفتار شدن اینا همش پشت بخورد یعنی همه عمل هایی که اولین به وجود میاد اولین چی مقایسه کردن یک ببین یا که تنش رو وای کردن مسخره کردن قدش بلند یا قدش بس یا رنگش از همین سر میشه مایده چویده سر میشه این به حیثیت آدم تاثیر میکنه لیکن تاثیر سخت میرساند و طبیعتا همین خیلی است دیگر این که یعنی پس دادن طعنه کردن یا که گویم اولادش رو طعنه کردن دید همین چیزهایی که منفی هستن اینها همیشه جمع میشود و در نتیجه اگر گویم با مخالفت های اویلوی آورده میرسونه خیلی میدونید که اگر مخالفت که شد و که چقور شد برطرف کرده اون خیلی مشکل میشه این معماها رو از اولش در اول وقتی که مقایسه میکنند و طعنه میزنند از همین چیزا برطرف کنند در کل و چقور نرود. خب مرحوم فرهنگ شوهرداری رو برای دخترکان چه خیلی آموزانی معلومه؟ همین یک چیز است که از در خانه دختران به پدرانشان میل دارند پسران به مادرانشان از اول همه خداوند شاید همه خیلی آفریده است که زن به مرد احتیاج داره دو مرد به زن اگر همین در اویله من فکر میکنم که شوهر همون محبتی مادرش از زنش یافته تاند زن همون محبتی پدرش از شوهرش یافته تاند اون اویله خوشبخت میشه بگذار زن نوازش کند بگذار زن مثلا خوراکی بهترین پزد دیگر همون به خوشتامنش نظر کند که کدام کارهای میکند وقتی که در شخصیت همسرش شوهر زنش میبیند
زیادتر دست می‌دارد. من از تجربه هم خیلی فکر میکنم. یا مثلا من خودم بعضی خصلت‌های شوهرم به خدا رحمتی دادم مانند میکنم، میگم که توبه حاضر خودی دادم شدید و زیادتر نقض میبینم. فکر میکنم که گویا پدرم را همون مهری که بر وقت گم کردم از شوهرم پوره میکنم. و این زندگی مثلا این نیست که فقط مثلا عشق باشد و عاشقی باشد و دیگر باشد. زندگی البته پستی و بلندی هاش هم هست، لیکن من فکر میکنم که انا همین چیزا آموزاندن در کار. وقتی که همین کلین میکنید یا دخترتون شوهر بمیتید گفتن در کار که شاید بچه‌م همین حرکت کن که جای مادرشون پر کنی. یعنی هیچ کس پر کرده نمیتواند، اینجا به عزت نفسی کسی نرسد، لیکن من در نظر دارم همون محبت رو، همون مهر رو و مثلا گنده نکنیم. میدونید همین کامپیوتر به کرزین گفتنی چیش هست، همه چیزای نادرکار ما همونجا و روانه میکنیم، لیکن یک روز میشود که همون چیز ما رو دستگیری میکند و آدمیزاد هم همه خیل. یک کس گنده گوییم اگر همون گنده دیده میمونیم. هر یک نفری گنده هم خصوصیت‌های نقضش هست، بهترینش هست. برای همین ما باید سازشکار باشیم. مثلا من خودم قهرگی رو گنده میبینم، یکم بار قهری نمیشوم. همین قهری هم که شدیم بعضی چی شود خودم رفته گپ میزنم، میگم که داداش میبخشید عیبی من شد، بیده که همین زندگی هر دو بار دنیا و میبینیم تموم. همین کتی سازش میشد. بچه های هم خودشان به حرکت کردن در کار که بچه ها نفهمن. ما یک مثال به خاطرم اومد که همین سردار اویله این مرد بابای من بودن، همه مصلحت ها رو از همون او میپرسیدن. همین نام موندن به فرزند، به شوهر که دختر میدادند، همه مصلحت ها رو از بابایم میگفتن. سونی و او میپرسیدند که مادرت تو گپ فهماندی دانسته گیر که تو ما شرمنده نکنی. انا همین سخن ها خیلی هم در گوش من هست. خب تشکر، سلامت باشید. و مادرتان با شما همه همین نازکی های عائله داری رو، شوهرداری رو فهمانده بودن. فهمانیدن. بعد انا همین صنعتی عائله داری در هر یک زن باید که باشد. بله تشکر. عاشقی عمرش کوتاه، دوستی عمرش دراز. دخترها برای عاشق شدن نکشید، شما دوستی کردن را آموزید. دوستی کردن تا آخر عمر میشد، عاشقی یک مدتی معین به تمام میشد گید. اما بعضی گپایی که میگویند دخترهای این به روانه کردن در کار نیست. تا حتی همون خواندن هم کلش به نمیدارد. عاشق میخواد یک مبتلای هست که گید درس هم زندگیش هم همش نظرش به نمینماد، خوشش به یک چیز میستد، اما یک تاش که زده میستد که میبینیم که فقط همون اوی میکنند. اینها همش مبتلا شدن. اینها یگان چیز نعزه خیریتی نمیبیارد. دوستی آموزید، الفتی آموزید، هم دیگر فهمی آموزید. من همینش خودش روندی بسیار برای عائله برپا داشتم. تشکر. یک چیز دیگر همین که امروز ما وظیفه مادر، رول مادر کلان بسیار گفتیم، لیکن خوشدامن در کنار ماند. دختری که به عائله نو می رود باید که وی از همین خوشدامنی خودش نیز بسیار چیز را آموزد. در همان خانه خوشدامن باید که نمونه عبرت باشد برای کلینش. وی رفتارهای خوشدامنش را میبیند، با عائله خودش تقاضا میکند. خوشدامن باید که در نزد کلین اول شوهری خودش را، پدری پسرش را حرمت و احترام کند تا اینکه کلین بیند از وی آموزد، آوازش را بلند نکند. اینو دو جانتان اون تو کنید، اون تو مانید، منی خلقت مناسبت کنید گفته نازکی های فهماندنش در کار. نه اینکه طلبات دیگر خیل باشد. تو اخوانت یاد گفته اون دیگه نه این بود وای بود، گپ های پست و بلند. این با عائله پیش قدم یا اینکه با عائله نمونه‌بین نمی ارزد. در عائله باید که مادر سرداری عائله باشد، لیکن مقام اگر مرد بلند باشد در نزد کلین وقتی که وای پسرش رو به زمین میزند، شوهرش رو پست و بلند گپ میزند،
الحقیقه این نوجوان از وای عبرت میگیرد. در اینجا ما هستیم، زنها هستیم، در برابری مادر بودن خوشدامن هم هستیم. باید که این مسئله رو یک طرفه نبینیم. فقط به دوشی مادر کلانی دختر، مادری دختر پرتافتن این خوب نیست، چون که جایی که می رود در آینده اگر نصیبش باشد و یک عمری در همان عائله زندگانی کند و مادری اساسیش و خوشدامنش می شود. نمونه عبرت باشد. عیب کلینه اقدرام نجوید. آن کارهایی که میتواند، آن سخنان نغزی که نسبتی شوهر میداند و وظیفه های بسیاری که هست در نزد زن بگذار به کلینش آموزاند، چون که اگر پسری وای خوشبخت باشد این خوشدامن هم یک عمر خوشبخت است. بله درست. تشکر. شما؟ هر کس کتابی نانوشته خودش دارد. هر کس کتاب زندگیش خودش می نویسد. می تواند که یک کتاب اثری خوبی آفرد که دیگرها آن را خوانند. می تواند یک کتابی نویسد از زندگیش که کسی به آن نگاه نکند. برای همین برای همه وقت اقبال و خوشبختی و تنسیت را تمنا دارم. تشکر، سلامت باشید. خب حاجداملو در جنبه است. من بسیار میخواستم که خب خلاصه شما رو شنوم بابت موضوع امروزه. کدام زن بهترین زن است از نگاه اسلام؟ در این موضوع امروزه باور کنید ساعت ها صحبت کنیم کفایه نمی کند. ما چی گفتنی هستم برای مثال که ببینید وقتی که یک نفر نیت عمارت ساختن کند، پیش از همه اول زمین انتخاب میکند. زمین میخرد، زمین هموار برای خودش معقول. بعدا تمام محصولات های ساختمانی تیار میکند. بعدا حرکت میکند که تاب دل خودش که همون چیه عمارت کند. امروز پروردگار مهربان زمانی که ما و شما بنده های آفرید در این دنیا، از خلقت ما و شما، از خصلت های ما و شما، صفات های درونی ما و شما خیلی خوب باخبر است. پروردگار خوب میداند که زن چه میخواهد در عائله، مرد چه میخواهد، پدر و مادر چه میخواهد. به همین خاطر یک برنامه بسیار هم زیبا، راهنمای زیبای خوبه برای ما پیشنهاد کرده است. این قرآن است. من در آغاز صحبت گفته بودم این قرآن است، این حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس بهترین راه همین است که ما همین قرآن داخلش آموزانیم برای فرزندها. امروز زبان تاجیکش هست. مسئولیت پدر مادر همین است که در داخل قرآن از حدیث های پیغمبر حقوق‌های زن، حقوق‌های شوهر همش را فهمانیم. چون که دین مبین اسلام نشان داده است که در حالت‌های خوشبختی و خرسندی در عائله زن باید چیکار کند، شوهر باید چیکار کند. در حالت‌های وزمینی و ناگواری‌های ناراحتی‌ها زن باید چیکار کند، شوهر باید چیکار کند، پدر مادر باید چیکار کند، پدر مادر دختر و بچه چیکار. همش خلاص زیبا بیان کرده است. پس این همش دست خود مونده. دست خودی همان زن و شوهرند در عائله میتونن که زندگیشان خودشان چقدر که معلم جنین جو ذکر کردن خودشان برقرار کنند. و همین خاطر بشارت زیبای دین مبین اسلام است. هر زنی که شوهرش حرمت کند، عزت کند، سخنهای شیرین کتی، سخنهای زیبا کتی، سخنهای دلکش کتی صحبت کرده، گپ زنان کند و همه طرفه تمام هنرهاش برای جلب کردن محبت شوهرش اگر روانه کند، اگر شوهرش هم در نوبت خود همین خیلی جواب میدهد و از این خیلی عائله خداوند ذوق میکند و برکات خودش را در همین عائله ان شاء الله نازل میکند. تشکر. سلامت باشید. تشکر. امروز ما در این استودیو در موضوع احترام شوهر صحبت کردیم. این موضوع پهلوی دیگری خود رو هم البته دارد که ما آن را نادیده نمیگیریم. برای آن که موضوع بحث امروز پوره گردد ما تصمیم گرفتیم که ادامه آن را در برنامه آینده البته مطرح نماییم. ما را تماشا کنید، زیرا برنامه ما، صحبت های امروزه ما از منفعت خالی نیست و راهنمای زندگی شما خواهد بود، به شرطی که این گفته های ما را شما به اینابت گیرید. باقی سعادت زندگی نصیب شمایان گردد. برای اشتراکتان مهمانان عزیز در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید و برنامه نوبتی ما، برنامه آینده ما درباره احترام زن است. با ما بمانید.